بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. و بعد. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم با قسمت جدیدی برنامه گناهان کبیره خدمت شما عزیزان و سروران هستم. در این قسمت در مورد گناه بزرگ از گناهان کبیره صحبت خواهیم کرد که او عبارت است از تکبر و فخر فروشی. بدون شک یکی از بزرگترین گناهان و یکی از گناهان بزرگ تکبر و فخر فروشی است. البته کسانی که تکبر میکنند و یا فخر فروشی میکنند، غرور میکنند، فقط به اصل خلقت خود بینگرند که اینها از چی آفریده شدند و چطور آفریده شدند. الله متعال میفرماید که ما اینها را از آب مهین آفریدیم، از نطفه‌ای که او را آب اندک، آب پست، آب کم ارزش خوانده شده است. از او آب کم ارزش انسان را الله متعال آفریده است و این انسان بیاید و تکبر بکند، فروشی بکند، غرور بکند. واقعا نشان دهنده جهالت انسان است که الله متعال میفرماید که اکثر انسان ها جاهل هستند. الله متعال از زبان موسی علیه السلام نقل میکند و میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قال موسی انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. حضرت موسی علیه السلام گفت: من پناه میبرم به پروردگار خودم و پروردگار شما هم که است، از هر متکبر، از هر انسانی که او تکبر میکند و فخر فروشی میکند و غرور میکند، لا یؤمن بیوم الحساب، و او بر روز حساب و کتاب، بر روز قیامت ایمان ندارد. حضرت موسی علیه السلام از انسان متکبر که البته در اینجا فرعون بود، اما در عموم از هر انسان متکبر و فخر فروش و مغرور به پروردگار خویش پناه میبرند. الله متعال در جای دیگر میفرمایند که انه لا یحب المستکبرین. الله متعال انسانهایی که تکبر میکنند و فخر فروشی میکنند را دوست ندارد. کدام انسان مسلمان است که نمیخواهد او را الله متعال دوست داشته باشد؟ هر کسی که در او مرض تکبر، مرض فخر فروشی، مرض غرور در او باشد، باید بداند که او از جمله محبوبان الله نیست. او کسی نیست که الله متعال او را بخواهد و یا او را دوست داشته باشد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بینما رجل یتبختر فی مشیه اذ خسف الله به الارض فهو یتجلل فیها الى یوم القیامه. از امتیانی گذشته پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حکایت میکنند که یک مرد بود، او با تکبر و با غرور و فخر فروشی روی زمین راه میرفت. در همین هنگام رفتن تکبرانه و مغرورانه و الله متعال او را خسف کرد، به زمین فرو برد او را. فهو یتجلل فیها الی یوم القیامه. او در همین زمین دارد فرو میرود تا به روز قیامت. این الله متعال این بنده متکبر خود را در همین دنیا خسف میکند پیش روی همگان و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میآیند و این حالت را برای ما حکایت میکنند و به امتیان خود تبلیغ میکنند تا ما متوجه باشیم که الله متعال همان گونه‌ای که آن متکبر را در روی زمین به زمین فرو میبرد، این توانایی را دارد که هر متکبر را در هر زمان و در هر مکان به جزای عمل تکبر او برساند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری
در مورد متکبرین و کسانی که فخر فروشی میکنند و غرور میکنند میفرماید که و یحشر الجبارون المتکبرون یوم القیامه، در روز قیامت انسانهای متکبر و فخر فروش و مغرور حشر میشوند، جمع میشوند، جمع کرده میشوند در روز قیامت. مثل چی؟ امثال الذر، مثل ذره های که در روشنی آفتاب وقتی که ما از یک کلکین داخل اتاق باشیم، از یک کلکینچه وقتی که سوراخی باشه، شعاع این آفتاب، ذره های این شعاع آفتاب را چگونه میبینیم؟ الله متعال متکبرین و کسانی که تکبر و فخر فروشی میکنند در این دنیا، اینها را این گونه ریزه ریزه و خرد خرد میسازد. بعدش چی میشود؟ یطعهم الناس، یطعهم الناس، اینها زیر پای بقیه مردمان در آنجا قرار میگیرند. الله متعال متکبرین را در روز قیامت جمع میکند و اینها را مثل ذره ها میسازد و زیر پای مردمان دیگری قرار میدهد که آنها پامال میکنند این متکبرین را در روز قیامت. یغشاهم الذل من کل مکان، واقعا وقتی که انسان ریزه ریزه شده باشد، ذره ذره شده باشد و پامال دیگران باشد، این دیگه ذلت است. ذلت از هر طرف آنها را فرا میگیرد. بعضی از سلف میگویند که اولین گناهی که الله متعال با آن معصیت شد همین کبر و تکبر و غرور و فخر فروشی بود. ما میدانیم که اولین کسی که الله متعال را نافرمانی کرد و از امر الله متعال سرپیچی کرد و ابلیس بود. ابلیس مرتکب چه گناهی شد؟ اولین گناهی که ابلیس کرد تکبر بود. الله متعال حکایت میکند و میفرماید که و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، زمانی که ما به ملائکه های خود گفتیم به آدم سجده بکنید، فسجدوا الا ابلیس، ملائکه ها همگان سجده کردند بجز ابلیس. ابلیس چرا سجده نکرد؟ ابا، از سجده کردن ابا ورزید و انکار کرد. چرا؟ و استکبر، تکبر کرد، غرور کرد و کان من الکافرین، و ابلیس از جمله کافران بود. در آیه دیگر می آید که الله متعال پرسان کرد که چرا سجده نکردی به آدم ای ابلیس؟ گفت ای الله، من را از آتش آفریدی و آتش همیشه بالا می رود، آدم را از خاک آفریدی و اصل خاک همی است که باید همیشه پایان برود و فرو برود. پس یک مخلوقی که همیشه رو به ترقی و رو به بالا رفتن هست، رو به تعالی و ترقی است، چگونه پیش یک مخلوقی که خصلت او و فطرت او پایین رفتن است به او سجده بکند؟ این تکبر ابلیس باعث شد که او از سجده کردن به آدم علیه السلام انکار بکند و سجده نکند و با همین تکبر و غرور خود مورد خشم و غضب و نفرین الله متعال قرار گرفت که تا به امروز بندگان الله متعال به او نفرین میفرستند و از او اعلان براءت و اعلان بیزاری میکنند و به الله متعال از شر او و از شر پیروان او به الله پناه میبرند. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند، حدیث خیلی تکان دهنده است، باید هر انسان مسلمان خود را در پیش روی این حدیث قرار بدهد و ببیند که چقدر این حدیث بالای او صدق می کند. اگر این حدیث بر او صدق می کرد، پس از همین امروز در ایمان خود اعاده نظر بکند و تجدید ایمان و تجدید عهد و پیمان به الله متعال بکند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، در جنت داخل نمی شود و بهشت وارد نمی شود کی؟ احد، کسی کی فی قلبه
در قلب او، در دل او مثقال ذره من کبر، به اندازه یک ذره، اندکترین چیزی که ما بتونیم تصور بکنیم، اندکترین و خردترین و ریزه‌ترین چیزی که ما میتونیم تصور بکنیم، اگر به اندازه آن هم در دل کسی که کبر باشد، تکبر باشد، غرور باشد و فخر فروشی باشد، این انسان به بهشت وارد نمی شود. آیا ما دل ما از این نوع کبر خالی است؟ یعنی به اندازه یک ذره هم در دل ما نیست؟ اگر نیست الحمدلله، و اگر هست باید تجدید نظر بکنیم و با الله خود عهد ببندیم که این مرض مهلک را که باعث محروم شدن ما از بهشت می شود را از خود دور بسازیم. چرا؟ زیرا الله متعال می فرماید که ان الله لا يحب كل مختال فخور. الله متعال انسانهای متکبر و فخر فروش را دوست ندارد. تکبر تنها صفت است که تنها ذاتی که این صفت به او میزیبد الله متعال است. الله متعال تنها ذاتی است که تکبر به او میزیبد، نه به انسان‌های که از آب مهین و از آب کم ارزش و بی ارزش با وجود آمدن. الله متعال در حدیث قدسی نقل میکنن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که الله متعال فرمودن العظمت ازاری، عظمت و بزرگی ازار من است، والکبریاء ردایی، تکبر چادر من است، کما یلیق بشأنه فمن نازعنی فیهما القیته فی النار. هر کسی که در این دو با من کشمکش میکنند، یعنی خود را بزرگ نمایی میکنند و تکبر میکنند، القیته فی النار، او را در جهنم خواهم انداخت. در میان جنت و جهنم، در میان بهشت و دوزخ گفتگوی صورت گرفت، با هم مناقشه و جدال کردند. جنت با افتخار گفت که مالی ما یدخلنی الا الضعفاء من الناس. گفت من چی میخواهم از این دیگه؟ بالاتر از این چی میخواهم که بندگان ضعیف الله متعال به من وارد میشوند؟ با افتخار بهشت میگوید که بندگان ضعیف الله به من وارد میشوند، از این بالاتر چی بخواهم؟ جهنم در جواب میگوید که و اوثرت بالجبارین والمتکبرین، من از این بالاتر چی بخواهم که الله متعال من را ترجیح داده است به بندگان متکبر خیش، به بندگان فخر فروش خیش. بهشت با داشتن مردمان ضعیف افتخار می کند و جهنم هم با داشتن مردمان متکبر افتخار می کند. به همین خاطر لقمان حکیم وقتی که به فرزندش وصیت می کرد، یکی از وصیت‌هایش همین بود که تکبر را در خود را ندهد. گفت ولا تصعر خدک للناس، از مردم رویگردان نشو، اعراض نکن. ولا تمشی فی الارض مرحا، در روی زمین با رفتار متکبرانه و فخر فروشانه راه مرو. ان الله لا يحب كل مختال فخور. یقینا الله متعال انسانهای متکبر و فخر فروش را دوست ندارد. کسانی که این مرض مهلک در وجودشان هست، هر کدام از ما و شما باید با خود بسنجیم، با خود، با نفس خود مراجعه بکنیم، حساب و کتاب بکنیم. البته وقتی خود را با انسانهای بالاتر از خود قیاس بکنیم،
قطعا تکبری در خود پیدا نمی کنیم، چون ما در مقابل کسانی که از ما بزرگ هستند، منصب و قدرت بالایی دارند، ثروت و زوری بالایی دارند، در مقابل آنها ما نمیتونیم تکبری بکنیم و فخر فروشی بکنیم. سعی بکنیم که دید ما، نظر ما در مورد انسان‌هایی که از ما پایین‌تر هستند، از نگاه ثروت، از نگاه وظیفه، از نگاه مال، از نگاه منصب و چوکی، اینجا دید ما چی است؟ اگر بر این ضعیفان و مستمندان و کسانی که بیچاره تر از ماست در دیدمان به اینها اگر تکبری داشتیم، غروری کردیم، فخر فروشی بر اینها داشتیم، باید به ایمان خود تجدید نظر بکنیم و حالت خود را مورد بازرسی قرار دهیم. اما به انسان‌هایی که بالاتر از ماست، اونجا که هیچ کس نمیتونه تکبر بکنه و کسی هم تکبر نمیکنه. تکبر همیشه انسان‌های بر مادون از خود، کسانی که از او پایین تر هستند در رتبه، در علم، در مال، در ثروت، اینجا آمده انسان‌ها تکبر و غرور میکنن. باید ما متوجه این امر باشیم. سلمه ابن اکوع نقل میکند که روزی مرد را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دید که با دست چپش غذا میخورد. با دست چپ غذا میخورد. یعنی کسانی که با دست چپ غذا میخورند یکی از علامت‌های تکبر هست. یکی از علامه ها و نشانی های انسان های متکبر امین است که با دست چپشان می نوشند، با دست چپشان می خورند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به این مرد گفت که کل بیمینک، ای مرد با دست راستت بخور. این دست راست برای خوردن آفریده شده است. این مرد از باب تکبر گفت که لا استطیع، من نمیتونم، با دست راستم نمیتونم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا استطعت، واقعا تو نمیتونی. راوی که سلمه ابن اکوع است میگوید که ما منعه الا الکبر، این انسان را از این نافرمانی جز تکبر چیزی او را منع نکرد. یعنی تکبر و غرور او اجازه نداد که امر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را بپذیرد و با دست راستش غذا بخورد. همین که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت تو واقعا نمیتونی، بعد از این دست راست این مرد خشک شد و هرگز دست راستش را بلند کرده نمیتوانست. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که میگوید شنیدم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را که فرمودند ما من رجل یختال فی مشیته و یتعاظم فی نفسه الا لقی الله و هو علیه غضبان. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند نیست هیچ مردی که می رود در راهش اما رفتار متکبرانه بزرگنمایی می کند، در رفتارش تکبر می کند، گویا فکر می کند یک مخلوق عظیمی در روی این زمین دارد می رود. و یتعاظم فی نفسه، خود را خیلی بزرگ می شمارد، خیلی بزرگ احساس می کند. این انسان وقتی که در روز قیامت با الله روبرو می شود، الله بر او غضبان، خشمگین می باشد. الله غضب می کند بر اینطور انسان. در حدیث دیگری قبلا هم گفته بودیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که اولین سه گروهی که در جهنم وارد می شوند، یکی امیر ظالم بود و دومش غنی ثروتمندی که زکات خود را نمیداد و سوم هم فقیر فخور، فقیری که تکبر بکند. تکبر بدون شک از هر انسانی که باشد زشت است، قبیح است، مذموم است. اما وقتی که یک فقیری بیاید تکبر بکند، این زشتی از این بیشتر می شود، قباحت این بزرگتر می شود.
در یک حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ثلاثه لا ينظر الله الیهم یوم القیامه، سه گروهی است، سه شخصی است که الله متعال در روز قیامت به آنها نمیبیند، نظر رحمت بر آنها نمی کند، ولا یزکیهم و آنها را پاک هم نمی کند، ولهم عذاب علیم و برای آنها عذاب دردناک را نیز آماده کرده است. از جمله این سه گروه یا سه شخص یکش مسبل است، کسانی که پاچه های ایزارشان از شتالینگ و بجلک هایشان پایین است. این یکی از نشانه های انسان های متکبر است که پاچه های ایزارشان از شتالینگ ها و از بجلک هایشان پایین باشد. این یکی از علائم و نشانه های انسان های متکبر است و انسان های متکبر را الله متعال در روز قیامت به سوی آنها نظر رحمت نمی کند و نه آنها را پاک می سازد، بلکه برای آنها عذاب دردناک را نیز آماده کرده است. بدون شک تکبر، غرور، فخر فروشی یکی از گناهان بزرگ و خیلی گناه خطرناکی است که بعضی وقت خیلی از ما و شما به این گناه مبتلا می شویم اما به زودی متوجه هم نمی شویم. امیدوار هستم که متوجه شویم. اگر این مرض در ما نیست الحمدلله، اگر هست به اندازه یک ذره هم اگر هست تلاش بکنیم که از خود دور بکنیم، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند انسانی که در او به اندازه یک ذره هم کبر و غرور و تکبر و فخر فروشی باشد به بهشت وارد نمی شود. الله متعال همه من و شما را از این مرض مهلک و از این گناه بزرگ محفوظ و مصون بدارد. تا برنامه بعد، تا قسمت بعد و تا گناه بزرگ بعدی، همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.